برگشتیم با قسمت کرییشن، ابزارهایی که میتونیم باشون صفحه بسازیم، فیس بسازیم. آلت رو نگه میدارم، روش کلیک میکنم، اینها اینجا قرار گرفتن. یه تعداد دستور اینجا داریم. مهمترین دستوری که اینجا هست میتونه append face باشه. append face برامون صفحه سازی میکنه، همون فیس میسازه برامون. روش کلیک میکنم. زیر دستور داریم اینجا select a point الان زده. چرا نوشته یک پوینت رو انتخاب کن؟ چون حالتش مودش روی پوینت هستش. وقتی که این حالت روی پوینت هستش باید اسنپ ها پوینت هم فعال باشه. ببین او اسنپ ها تیکش خورده، اینجا فعال هم هستش. میتونه تو حالتهای دیگه هم باشه. روش کلیک میکنم، میتونه روی از لبه هم باشه، زنجیره‌وار هم خودش حرکت کنه. من روی پوینت میزنم. گزینه دیگه داره به نام اتوکواد. یس. اتوکواد یعنی چی؟ یعنی میاد وقتی که میخوام کلیک کنم 1 2 3 4 با 4 تا کلیک به من یه فیس میده. حالتم روی پوینت، روی این که میرم. ببین اگه اسنپ پوینتتون قطع باشه اینو نمیشناسه که به لبه این بچسبونه ها. میبینی؟ نمیشناسه. باید پوینت روشن باشه. و میتونم یه صفحه دیگه کنارش قرار بدم. اتوکواد رو نو میکنم. ببین ما با 4 تا نقطه صفحه به دست آوردیم. توی اتوکواد شرایط فرق میکنه. 1 نقطه، 2 نقطه، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا الی آخر. هر چقدر که دوست داری. میتونیم باهاش چیکار کنی؟ تا زمانی که راست کلیک نکردم هم داستان همینه دیگه. راست کلیک میکنم. ببین به من یه همچین چیزی میده، یه فیس میده. ما معمولا فیس هامون 4 ضلعیه با 4 تا نقطه در میاد. این مدلی خیلی کم پیش میاد بخوایم فیسی رو بکشیم. دیلیتش کنم. میرم اینجا دستور اپند رو کلیک میکنم، اتوکواد رو یس میکنم، مود رو مثلا میذارم رو حالت from edge. ببین لبه رو میشناسه. روی این حالت هم هستم روی اج هم هستم. میبینی؟ بعد روی حالت اج باشیم که اج رو بشناسه و بعد میان یه دونه 4 گوش براش میکشیم. مود رو گذاشتم رو حالت چین. خیلی جالب نشد. باتی کرد. کنترل زد بزنم. راست کلیک کنم، آخرین دستور اجرا بشه. چین میگه سلکت اج. کلیک میکنم، دستمو میارم جلوتر، میچسبه به این دوتا لبه ها. میارم جلوتر. ببین خراب میکنه. از این استفاده نمی کنم من. بیشتر از حالت پوینتش استفاده میکنم. خب ولد چیه؟ ولد الان نوعه. خب یسش کنم. این موقعی که این دوتا موقعی که اجرا شدن ولد نو بوده. بذار ولد نو باشه، یکی دیگه هم بکشم اینجا. 1 2 3 4. حالا ولد رو یس کنم. ولد رو یس میکنم. 1 نقطه، 2 نقطه، 3 نقطه، 4 تا. دوباره ادامهش چند تا کار همین شکلی پشت سر هم دیگه با این حالت که ولد یس باشه میکشم. راست کلیک میکنم. میام اینجا، میرم رو حالت کلیش. حالت کلی. روی این کلیک میکنم. خب این یه دونه است. روی این کلیک میکنم. این یه دونه است. روی این کلیک میکنم. چند تاست؟ اینا یک مجموعه‌اند با هم دیگه. چرا؟ ببین کلا لبه های باز حالت صورتی دیده میشه اینجا. میبینی؟ اما جاهایی که ولد یس بود، یعنی جوین شده بود، یک پارچه شناسایی میشن. حالا درسته فیس به فیس هم شناسایی میشن، اما اینجا رو ببین. این دوتا که با ولد نو بودن
هر کدوم یه آبجکت مجزان و جوش ندارن با کناریش، اما اینایی که ول یس بودن قشنگ یک پارچه شدن. خب دیگه به اینم کاری نداریم، تأثیری نذاشته، قبلا استفاده کردم. خب میتونیم شکل معنادار بکشیم. مثلا من معمولا سعی میکنم زیر دستم یه خط کشی یه چیزی داشته باشم، بعد بخوام از دستور اپند استفاده کنم و اگه اسکلتمو بدونم تا کجا محدوده باید بزنم. یه دونه آبجکت این شکلی من میکشم. پوینت، خب اند، یه اسکلت خطی این زیر دستم کشیدم. اینطوری. حالا اسکیپ رو میزنم، کنترل پوینت هم خاموش شه، چون اومدم اسکلت هم یکم ویرایش کردم، شکلش خوب نبود. الانم خوب نیست ولی خب برای توضیح خوبه. میرم توی قسمت کلیو، میام گزینه اپند رو کلیک میکنم. خب بر اساس مودش حالت پوینت باشه، ولدش یس باشه، اتوکوادش هم یس باشه. این پایینم حالت پوینت تیک بخوره، نیرم تیک بخوره که من رو اینا حرکت کنم دیگه، رو کرو برم. ببین ما تا جایی که جا داره سعی میکنیم که وقتی داریم با دستور اپند چیزی رو میکشیم مثلث نکشیم. الان این کارو کردن اشتباهه. این مثلث راست کلیک کردم، این مثلث رو کشیدم و بعد مثلا بیای ادامه بدی، کار اشتباهیه. خب ببین اینجا رو، این کار درست نیست. تا جایی که جا داشته باشه همه سعیمون میکنیم که مثلث درست نکنیم. من اینا رو پاک کنم. عوضش چیکار میکنیم؟ 4 گوش در میاریم. یه 4 گوش خیلی ریز. این 1 نقطه، 2 نقطه، 3 تا 4. بعدم تا جایی که بتونیم سعی میکنیم تعداد فیس هامون خیلی زیاد نباشه. ببین حتی شیب اینا رو هم سعی میکنم رعایت کنم. تا اینجا بیشتر نمیام. این وسط سراحی اینجا رو کار دارم باش. ما معمولا این کار رو میکنیم، جایی که مهمه رو اول میکشیم، بعد اینجا میایم ببینیم چه فکری میشه براش کرد که این اتصالات رو درست کرد. 1 نقطه، 2 نقطه، 3 تا 4. پوینت، پوینت، ببین اینجا محیط بازه، پس من میتونم ضلعمو بزرگتر بکشم. اینجا محیط جمع‌تر شده، پس ضلع اینجامو کوچیک‌تر میکشم. خب این طرف هم بکشیم. 1 2 3 4. به این بچسبونمش یا نه؟ خب 1 ضلع، 2 ضلع، 3 ضلع، 4 ضلع. اینجا یه همچین چیزی داریم.
5 تا، یه نقطه، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. من اینجا هنوز تصمیم نگرفتم. من یه گزینه آن دو هم داریم. اینم خوب شد اینجا رسیدیم. آن دو رو ببین، میتونی یه گزینه برگردی عقب. من اینجا یه راست کلیک بکنم تا تصمیم بگیرم اینجا رو چه شکلی باید کشید. خب ولدم که اوکیه. اینو بچسبونم نچسبونم به این، به اینجا و اینجا و اینجا. ببینیم که چه جور میشه. اینم آن دو بزنم تو یه کوچولو بیا به این بچسب، ببینیم ما چی کار داریم میکنیم. خب تو بیا یه دونه دیگه اینجا داشته باش. خب ببین ما 3 ضلعی در نمیاریم. 1 2 3 4 اینجا برم این خراب در میاد. میبینی این میشه چی؟ این میشه 3 تایی. گفتیم 3 تایی در نمیاریم، خراب میشه. خب آن دو بزنم، اینم آن دو بزنم. یه آن دوی دیگه، یه دونه دیگه. 1 2 3 4. این دفعه اینو نچسبوندم اینجا. 1 2 3 4. 1 2 3 4. شما چی پیشنهاد میدین خودتون برای این قسمت؟ الان این بد نشد، ولی اینجا شکمکی راست کلیک کنم جدا در اومده از این. مگه ولدم یس نیست؟ چرا؟ رو حالت کلی که میذارم همه رو با هم میگیره، ولی رو حالت فیس که میذارم این فیس رو از اینجا میشناسه، اینم از اینجا میشناسه. این به خاطر خط زیره. کاش من این کرو اینجا رنگش رو قرمز کنم و خاموشش کنم تا دیده نشه. آها ببین یه همچین حالتی. این خط اینجا رو هم خاموشش کنم. این خطای دیده به من نده که چرا اینا دو تا فیسن. یه لحظه. خب آیا خط دیگری اینجا هست؟ اینم هست. خب روی حالت کلیش که میرم این شکلی انتخاب میشه. اینطوری ببین تو دستور بودم نمیگم. اینطوری همه با هم انتخاب میشن. روی حالت فیس هم که میرم یکی دوتا این شکلی در میاد. مدل دیگه ای هم در میاد. ببین دیگه سعی میکنیم چهارگوش بزنیم. مثل الان اینجا چهارگوش باشه، اینجا چهارگوش باشه. این چهارگوشش دیگه مربعی شکل و مستطیل شکل نیست دیگه. هیچ کدوم از اضلاعش با هم دیگه با هم برابر نیستن، اما 4 تا ضلع داره و این برای ما کفایت میکنه. روی این حالت هم میذارم که ببینینش. میبینیم. حالا روش‌های دیگه هم باید روش تست کرد که ببینیم چه جوری جواب میده، اما بهترین حالتش که 4 ضلعی همینه. ما یه جوری داریم پیکسل پیکسل درست میکنیم دیگه. درسته؟ خب که حالا دستورهای دیگه هم یاد میگیریم که این رو تبدیلش کنیم به حجم، یعنی بهش ضخامت بدیم. الان فیسه و ضخامتی نداره، تا همینجا اوکیه. بعدا میایم باهاش کارهای قوی تری هم طراحی میکنیم. اینو دیلیتش کنم. خب دستور اپند رو بزنم. ببین مثلا شما زیر دستت اگه هر چیزی که باشه شما میتونی اونو بکشیش. خب هر عکسی که بیاد مثل تصویر صورت یه آدم با این دستور انقدر قویه که باهاش اشکال حیوانات، دست، هر آناتومی که شما بخواید با این دستور در میاد. فقط به شرط اینکه چهارگوش این پیکسل های چهارگوش خوب جای خوبی بشینن.
و من الان چی میتونم با این بگم؟ من یه عکس بیارم. خب اینجا رو ببینید. این صورتایی هستش که ما میتونیم باهاش با دستور append میتونیم یه همچین چیزایی رو بکشیم. خوب دقت کنین تو اینو. این 4 گوشه. دور چشما، بینی، دهن. اینا تقسیم بندیاش با دستور append در میاد که میکشیم. از این سبکاران در میاریم. اینطوری میایم به اینا حتما سر میزنیم. بعدم حیوانات. من باید تدریس رو کامل بگم تا هر جایی که حالا بشه باشه یه کار درست درمون در آورد. چون مثلا الان بخوام اینو بگم باز جوش دادن به هم دیگه داره، باز یه سری دستور داره، میخوایم میرر استفاده کنیم و اینها همون سیمتری استفاده کنیم. نیاز به این داریم که اگه بخوایم یه همچین کاری رو بخوایم شروع کنیم نیاز به یه سری دستورهای دیگه هم هست. به خاطر همین بعد اول اون بیسش رو بگم بعد بیام رو اینا. خب صبر میکنیم، هنوز یه کوچولو دیگه صبر میکنیم تا برسیم به این کار. الان یه کمکی زوده. خب from curve. خب یه کرو میکشم، میام توی قسمت کرو ها یک کرو میکشم، میام توی قسمت کلیو آلت رو نگه میدارم، اینجا from curve رو کلیک میکنم، select a curve میگه یه کرو به من بده، کلیک میکنم روش، انتخاب میکنم و این میاد برای من حتما توی این قسمت برم ببینم داره چه اتفاقی میفته. اینم بذارم حالت باکسش. ببین یک کرو به من میده. این فلش اینجا رو بیارم پایین، برم پایین یا بیارم بالا. یک کرو رو خودش اومد برای من تقسیم بندی کرد و فیس کلیو به من داد. دیستنسش الان 7 خورده ایه اینجا. سگمنتاش 6 تا 1 2 3 4 5 6 تا. سگمنت اینطوریش یه دونه است. من مثلا میکنم 2 تا. ببین 1 2. سیمتری میتونه باشه. یعنی چی سیمتری؟ قرینه. بالا هست پایین هست. این کپ میگه من میتونم کپ بهت بدم اما من اینجا که در پوش ندارم، محیط بسته نیست. اینو حالا اوکیش کنم، اینو ببرم بیرون، فکر نکنم براش اجرا کنه. خب حالا تستش میکنم. یه آفست از این بگیرم. چقدر 4 تا اون طرف دارم. مثلا میگفت اکر، پس بعد ببندمش، کپ رو فلت کنم براش و بیام اینجا ببینم آیا دستور from curve روی منحنی بسته اجرا میشه. بله. خب تعداد سگمنت ها رو ببینید یکم خودشو نتونسته به این شکل برسونه. چرا؟ چون سگمنت ها کمن. سگمنت ها رو میبرم میکنم 10 تا. ببین خودشو تونست برسونه به این کرو. کنم 20 تا. 200 تا نه 20 تا. میبینی؟ کنم 30 تا. این داره میاد روش کم کم. 40 تا دیگه بالاخره اندازه شد. بخواد بشینه روی این کرو بعد سگمنت ها بره بالاتر. حالا سگمنت ها در راستای زدش 2 تا بالاست 2 تا پایین چون سیمتری کردم و بعد میتونین ارتفاعش رو کم و زیاد کنین یا سیمتری رو کلا بردارین یا بذارین. کپ استارت نان هستش. نان یعنی هیچی نباشه.
پلیگونال کلیک میکنم، میبینم این زیر پلیگونال بسته اما این اصلا مناسبش نیست و انگون میذارم. انگون بد نیست. برای قسمت بالاییشم که انگون نذاشتم، اگر پلیگونال بذارم میبینی که همه رو به یک نقطه جمع میکنه و اصلا این فیس درست نیست که به ما داده. روی انگون دیگه نهایت اگر بخوام بذارم راست کلیک میکنم روی فیس ها میزنم، ببین یه همچین فیسی. شیبو ببین، میبینی چه جوری سفر رو هم رسونده. من اینجا رو نمیتونم از این حالتش استفاده کنم، من اینجا هم باید تقسیم بندی هایی مثل این بالا داشته باشم، نمیشه یه تیکه صفحه باشه. اگر خواستم در پوش که یک براش نمیذارم، اگرم که بخوام بذارم خودم میکشم از مثلا حتی از همین دستوری که داشتیم الان، اسمش چی بود؟ اپند. حالا میام کمک میگیرم میذارم. البته که اپند باید ببینم اینجا توی ارتفاع چه میکنه. خب اینجا پوینت، اینجا این میچسبه به زمین. ببین یه چیزی رو فعال کردم که درست شد. اپند اینجا نقطه بعدیم. خب الان میبینی همون بالاست. بذار نشون بدم که دقیقاً توی یه سطح نمای فرانت و سایدم اگر نگاه کنی، من گوشه کلیک نکردم. چرا؟ وقتی که دارم حرکت میکنم نمای فرانت و سایدم اگر نگاه کنی، این نقطه داره در همون راستا حرکت میکنه، اما موقعی میچسبید رو زمین. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پلنرم خاموش بود. ببین الان خاموشش کردم، میخوام کلیک کنم نقطه 4 رو میخوام بزنم، میبینی توی اینجا توی فرانت نگاه کن، من موس رو توی تاپ حرکت میدم، شما توی فرانت نگاه کن، میبینی میفته رو زمین، خودش رو میچسبونه به محور x و y. توی z این ارتفاع رو نمیشناسه، پلنر رو روشن میکنم، این دیگه نمیچسبه. اینجا یک کلیک میزنم، 1 2 3 4، اینجا این و این راست کلیک. این دیگه لطفاً تا آخر بعد مثلا همینطوری اپند بزنید، تعداد زیادی شده اینجا چون سگمنت هامون زیاد بوده. یه عالمه بعد این شکلی درست کنیم تا بتونیم یه درپوش مناسب روش بذاریم که فیسا تعداد فیساش قابل تغییر باشه و اینها. همینجوری کنم ببینیم. اینو ببین با انگون زدیم چه شکلیه. خرابه دیگه، به درد نمیخوره، خودمون باید بکشیمش. خب بریم دستور بعدی. from to curve، بین دو تا کرو رو صفحه میده. برم تو نمای تاپ، 2 تا کرو بکشم که شکل متفاوتی داشته باشه. ما میتونیم از یه سری از دستورهای اینجاها استفاده کنیم دیگه، داریم میبینیم کرو رو داریم استفاده میکنیم. اینجا اینطوری میرم تو قسمت کلیو، دستور from to curve رو کلیک میکنم. ببین من هر دوتاش رو تحت کف زمین کشیدم. select to curve انتخاب کن 2 تا کروت رو، 1 2 راست کلیک میکنم. from to curve distance segment، بیام اینجا، اینا همشون هرچی این بالا هست این پایین هم هست. چک کنم ببینم داستان چیه. میگه دیستنس، فاصله الان 0. ببین میبره پایین میاری بالا. خب که من 0ش میکنم. اگه صفحه صاف میخوای 0ش کن. سگمنت ها 6، تقسیم بندی فیس ها 1 2 3 4 5 6. سگمنت بعدیمون 1 2 3 4 تا. سیمتری میخوای باشه یا نمیخوای باشه؟ من این سیمتری رو فعال کنم و دیستنس بدم تا این دور تا دورش بچرخه.
فلیپ کرو رو داریم که میتونه جهت کرو ها رو عوض کنه که خرابش کرد. و کپ میتونه در پوش بذاره. کپ استارت رو با پلیگونال بزنم. اناشت اینجا بسته شد چند ضلعی که حالا به نقطه میرسه و اینجا رو هم بیام انگم بذارم، چند ضلعی بسته بذارم و اوکی میکنم. میتونیم حالا با این هر شکلی داشته باشیم دیگه. میتونین هر شکلی اینو بدینش، مثلا ببرین تو، یا آلت رو بگیریم ببرین تو، یا آلت رو بگیرین اصلا بکشیم بیاریم بیرون، هر کاری میتونین انجام بدیم. خب کنترل زد بزنم بریم دستور بعدی و کاربردش. خب دستور لافت رو داریم. لافت میتونیم مثلا ببین اینجا 2 تا کرو داشتیم دیگه، خب میتونیم اینجا 3 تا کرو داشته باشیم، یعنی 3 تا ریل داشته باشیم. یه لحظه. خب یه کرو سوم بکشم تا بتونم از دستور استفاده کنم. اینجا فری فرام یه دونه کرو این شکلی میکشم، این خیلی اینجاست، بکشم بیارمش این طرف. صاف هم هستش و حالا ایراد نداره، مثلا با کنترل پوینت یه جاشم یه قوسی بهش بدم. اینطوری. توی کدوم نما کشیدم؟ تو فرانت کشیدم. چرا؟ چون دوتای قبلی که کف زمین تاپ بودن، این یکی دیگه بعد زد میداشت دیگه. آوردم در محوری که ویوپورتی که زد داره، این کرف رو کشیدم. حالا میتونم بیام دستور لافت رو استفاده کنم. لافت کلیو. Select curve in order 1 2 3 راست کلیک. اینجا میام کلیر رو اینجا کلیک میکنم، میبینم که بله کار پیچیده تو خودش. شروع خط اینجام و خط اینجام از این شکلی کشیدم، اینجوری کشیدم و اینجوری کشیدم. این خط بالاییه رو چی؟ این خط بالاییه رو اومدم اینطوری کشیدم دیگه، به خاطر همین نقطه شروعشون همراستای همدیگه نیستن. من ببینم که اینجا هیچی که ندارم من که بخوام اینو درستش کنم. مثلا توی سویپ معمولا شما جهت این فلش ها رو میتونستین درست کنین، اما اینجا نداریم. راست کلیک میکنیم، این کلش رو بگیرم پاکش کنم. یه هنگای خیلی ریزی داره. شما دیلیت شو. باید نقطه شروعش رو یا بیام بکشم دوباره از این ور بکشم به این طرف که هم راستای 2 تا کرو دیگه باشه، یا برم توی کرو ها دستور adjust close curve seam رو کلیک کنم، این کرو اینجا رو انتخابش کنم، select curve from seam closed، میگه کرو بسته رو انتخاب کن. خب کرو من اینجا بازه، انتخاب نمیشه. من بیام یه آفست بهش بدم ببینم الان میتونم یا باید کلا برم این کرو رو از اول بکشم. خب این اینجاست جهتش، میبینی از اینجا شروع شده. خب اینو میگیرم میکشم میارمش اینجا، این نقطه اند رو ببینم میشه پیداش کرد، اینجا از این طرف بذارم اینطوری. جهت صفم رو عوض کردم، میارم روی این نقطه میفته میره پایین. خب بیارمش روی این نقطه جهتش رو عوض کنم. میتونم چون الان اگه ببرم اینجا
میبینی میره بالا. حالا اینجا بذارمش فعلا اینجا بذارم، راست کلیک کنم، اینو اکسپلودش کنم، این کرو اینجاشو دیلیت کنم، دوباره بدم به لافت کلیو ببینم درستش میکنه. محیط بسته میخواست سیم پوینت، اینکه بخوایم با دستور adjust close curve سیم بخوایم کار کنیم محیط بسته میخواد. این باز شد، رفتم بستمش، بعد سیم پوینتش رو تغییر دادم. حالا بیام توی کلایه ببینم این دفعه هم آیا میشه یا نمیشه. خب دستور لافت 1 2 3 راست کلیک، درست شد. اینطوری میام تو قسمت کلیو. خب خیلی تیزه، میبینید اینجاش تیز شده. سگمنت ها رو چک میکنم، 6 تا در این راستا، 6 تا هم در این راستا. کلوز داریم، میتونیم ببندیمش. من میتونم تعداد کروا رو بیشتر از 3 تا بدم، یعنی 4 تا 5 تا ریل میتونم داشته باشم. الان اینجا 3 تا ریل دارم، 4 5 تا هم میتونم داشته باشم و حتی بیشتر تا این بهم بده. میام کپ استارت رو پلیگون میذارم، پلیگونال میذارم، هی دارم میگم پلیگون، و کپ اند رو انگام میذارم. ببینم اجرا میکنه، میبینم که نه، اصلا نشناخت، نتونست انجامش بده. خب دیگه بهش زیاد سخت نمیگیریم. من اوکی بزنم، اینم انتخاب کنم، دیلیت کنم، یه دونه اینه و اینه بدم این طرفتر، یه کپی هم ازش بگیرم بیام این طرفتر، لافت رو بزنم ببینم میگیره. 1 2 3 4 آره شناختش. برم اینجا ببین بازم نمیشناسه، در پوش نمیده، پس این مشکل از خودشه دیگه. و راست کلیک میکنم و تمام. حالا میخواین قشنگ رو کرو بشینه، میدونین دیگه باید تعداد سگمنت ها رو ببریم بالا. خب اینم از این دستور. بریم بعدی، سویپ وان. سویپ وان رو طوری بهمون میده که توی کلیو فیساش قابل شناسایی باشه دیگه. من از این خطا یه دونه رو نگه میدارم و بعد بیام بهش مقطع بدم. مقطع هم میام بهش یه دونه دایره around curve رو زیر دستورش رو کلیک میکنم، select a curve، نقطه اندش رو میزنم، مثلا قطر 3 دیامتر 3 اینتر. خب الان یه مقطعی که عمود به ریل باشه دارم. میام تو قسمت کلیو و سویپ وان رو کلیک میکنم، میگه پیک the rail، ریل رو انتخاب کن، پروفایل رو انتخاب کن. میگه next پروفایل، اگه بازم داری بده، ندارم. یه دونه مقطع بهش نداده، بیشتر نداده بودم بهش. خب این سویپ وان تعداد سگمنت ها در راستاش 1 2 3 4 5 6، تعداد سگمنت ها در این اراوندش دور تا دورش هم که زده 9 تا خودش اینجاست. فلیپ ریل رو کلیک میکنم. بعضی وقتا این صفحه رو بهمون خراب میده، میپیچه تو خودش. خب مثلا فلیپ ریل رو استفاده میکنیم. بعضی وقتا صفحه رو بهمون خراب میده به خاطر جهت مقطع، تعداد مقطع هاست. هم جهت بودن مقطع ها مهمن دیگه، هم راستا بودن و هم جهت بودنش و اینها مهمن. من اینو اوکیش میکنم. این سویپ وان زد. خب کنترل زد رو بزنم، بریم دستور بعدی، سویپ 2. خب من بیام یه دونه ریل دیگه بکشم. سویپ 2 2 تا ریل داره و بی نهایت مقطع. بین این دوتا باید یه دونه مقطع بدم. مقطعم رو باید عمود به این دوتا باشه دیگه. توی کدوم نما باید بکشم مقطع رو بعد بذارم روی این دوتا؟
اینجا که اینطوریه یه برآمدگی میخوام اینجا که اون برآمدگی رو توی نمای رایت میبینم. یه دونه دایره اینجا میذارم و این دایره رو با دستور اورینت تو پوینت توی قسمت ترانسفورم داریم درس هم میدیم انگار شبیه شده. اورینت تو پوینت، select object to orient، objecti که میخوایم جابجا کنیم، انتخاب راست کلیک، از روی کواد به کوادش برمیدارم، کواد به کواد، 1 2 میبرم روی اند به اند این 1 2 رو نمیگیره. خب بذار از کلای خارج شم. چجوری از کلای خارج میشیم؟ رو خودش کلیک کنیم رو اینجا. حالا میام اورینت تو پوینت رو دوباره اجرا میکنم، آلت رو نگه میدارم، کلیک، آبجکت انتخاب راست کلیک، کواد به کواد، اند به اند، اند به اند. خیلی راست کلیک راست کلیک. دوباره برم تو کلیو اینجا رو فعالش کنم. میرم دستور سویپ تو انتخاب. ببین اون نقطه‌ای که کلیک میکنین خیلی مهمه. ببین این نقطه ریل اول، ریل دوم، نقطه روبروش، پروفایل اول، پروفایل دوم، انتخاب راست. ببین میپیچه تو خودش. خب اینجا که میپیچه تو خودش رو من باید بیام چک کنم ببینم داستانش چیه. این چیز زیادی هم این فیلیپ هم که میزنم اتفاق خاصی نمیفته. یکی از کارهایی که میتونم بکنم اینه که مثلا تعداد سگمنت ها رو بیارم بالا اول، خب و بعد بیام سیم پوینت های اینها رو چک کنم. کل این پاک بیام ببینم که سیم پوینتشون چجوریه. محیط بسته اینجا راست کلیک. خب این اینجاست، بکشمش بیا رو کواد بالا، راست کلیک، برو کیستوری، فدای سرت. دوباره این رو هم بگیرم بیارم این بالا، روش کلیک میکنم میارم رو کواد، راست کلیک، اوکی. خب بیام دوباره کلیو سویپ تو رو چک کنم. ریل اول، ریل دوم، این مقطع، این مقطع، راست کلیک. بازم داره میپیچه. خب یکی از اینهایی که این رو هست رو میام میچرخونم و صافش میکنم. ببین اونی که تکیه، میبینیم این سیم پوینته. البته درزا رو درست کردیم تاثیرگذار بوده. اینو ببین کار میپیچه تو خودش، باز میشه اینطوری. اینا رو کلا خیلی نمیتونیم دست بزنیم، نمیشه باشون کاری کرد. چرا این یکی میشه، این یکی هم میشه بپیچونی. بعضی وقتا از این پیچشه استفاده میکنیم یه سری جاها. خب اینم از سویپ تو راست کلیک. خب پس به این نتیجه رسیدیم وقتی که میخوایم از این دستورای این قسمت استفاده کنیم حواسمون باید به نقطه هایی که کلیک میکنیم و درزهامون باشه. محیط های بسته باید درزشون هم راستا و هم جهت باشه. همین فلش ها رو گفتم. ریل ها هم حتی باید سر و ته هاشون مشخص باشه که چپ و راسته بهمون نده. پایپ رو داریم، دستور پایپ. اینا رو دیلیت کنم، اوکی. خب من اول یه خط ساده اینجا میکشم از مرکز، از صرف اینتر نمای تاپ یه صرف اینتر میزنم، یه دونه اینتر کرو میکشم. خیلی هم قوسش ندیم، اینطوری. و میام توی قسمت کلیو دستور
پایپ رو میزنم. پایپ یعنی مفتول، یه لوله ای طور بهمون میده. کلیک میکنم select curves. ببین اس جمع داره، یعنی میگه تو میتونی بیشتر از یکی هم استفاده کنی. کلیک میکنم روش، راست کلیک میام توی قسمت کلیو و اینجا رو چک میکنم. خب start radius، شروع خطمون شعاعش چقدر باشه، شروع شعاع. میام اینجا رو میکنم مثلا 1. نقطه شروعم شعاعش شد 1، یعنی قطرش شده 2. نقطه پایانم شعاعش رو میکنم 3. سگمنت هم چند تاست؟ 5 تا. 5. اینا بسته، درشون رو بسته. اینا اینجا تا اینجا، از این دایره تا این دایره میشه 5 تا. مثلا میکنم چقدر؟ 6 تا. ریدیوس کلی رو داره میپرسه 2. خب گلوبال یعنی همش. من اینجا رو اگه مثلا بدم 3، ببین تمام تنظیمات قبلیم خراب شد. اگر گلوبال سگمنت رو بدم مثلا 10، تمام تنظیم این دوتایی که بالا شروع و پایان رو مشخص کرده بودم خراب شد. مثلا این نمیدونم 5 تا بود، اینم بکنمش 2 تا که حالا کاری به کارش ندارم. باز باید بیام ریدیوس اولی رو بدم 1، ریدیوس دومی بشه، دوباره تایپ میکنم 3، سگمنت هم اینجا بشه 6 تا و به این دوتا کار نداشته باشم. گلوبال یعنی رو کلش تاثیر بذار، کار نداشته باشم. و اینکه خب ببین اینجا رو، این فلشه رو میتونیم با دست هم این شعاعش رو تغییر بدیم. اینجا رو بکنم 1. خب یه چرخشی داره روتیت استارت، ببین روش کلیک میکنم و روتیت اند، اینم روش کلیک میکنم. الان اینجا دیده نمیشه، باید چند تا خط با هم باشن تا این دوتا فرقشون با هم دیگه دیده بشه. الان اینو اوکی میکنم فعلا. خب این یه پایپ زدیم، یه حالت مفتولی شکل در آوردیم. اینو دیلیتش کنم، از این کروه چند تا اری بگیرم، ترانسفورم، اینا رو میبینید شما. خب اینو کوچیکش کنم، اینا بزرگ شن. خب اری کلیک میکنم روش، سلکت کرو، انتخاب راست کلیک. چند تا میخوای؟ از کجا؟ سنتر آف پولار اری، مرکز چرخش، صرف اینتر. نامبر آف آیتم چند تا میخوای؟ 5 اینتر، 5 تا میخوام از این. در چه راستایی زاویه چرخشش چقدر باشه؟ 360 درجه، اینتر و اینتر. میرم توی کلیو و میایم دستور پایپ رو کلیک میکنیم، کل اینا انتخاب، راست کلیک. ببین اینطوری میده. الان میتونم ببین این وسط رو نگاه کن، 1 2 3 4 5 ضلعی چسبونده به هم دیگه، میبینی؟ خب میام مثلا اینجا استارت ریدیوس، ببین الان رو کدومم؟ رو اینم. ببین الان رو کدومم؟ رو اینم. کلیک میکنم، میام رو این نقطه کلیک میکنم، میاد روی این کروه، میاد روی این کروه. پس من هر این ستای اول اگر درست کنم فقط رو این کروه انجام میده. اگر روی گلوبال بزنم رو همش، مثلا گلوبال ریدیوس همون 1، ریدیوس همش میشه 1، سگمنت همش میشه 6 تا. ولی این یکی که الان روش فعاله، این میام استارت ریدیوس رو میکنم 1 مثل خودش، اند ریدیوس رو میکنم 2. تعداد سگمنت هاش هم میتونم مثلا بکنم 6 تا، مثلا 8. داره هی بیشتر میشه نسبت به اینها. خب چرخشش چی؟ ببین من اینو میگیرم، میام روتیت استارت رو روش کلیک میکنم. ببین
پیچ رو میبینی؟ نقطه شروع رو روتیت کردم. پیچ رو ببین. خرابش کردم دیگه. اینقدر میچرخونم برگرده سر جاش. یه پیچ میدم اینجا مثلا. این تهش چی؟ روتیت اند رو ببین. تأثیری نداشت. توی قسمت هایی که مثلا این پاره خط تهشه، یه خط دیگه باید اینجا انتخاب کنم که نسبت به اون خط بعدی بیاد پیچ بده. میام توی این یکی، اینم یکم بپیچونم. پیچوندم خراب شد. دوباره این پیچشش بد نیست. میام روی این یکی، پیچش رو اینطوری درست میکنم. راست کلیک تمام. مثلا میتونی همچین حالتی پایپ هم داشته باشی. خب 46 دقیقه شد. من اینو یه استاپ بزنم، باز بقیه‌شو توی ویدیو دیگه بریم. خسته نباشی.